قبلا هم جواب دادم در این مورد، مفصل صحبت کردم، اما باز همونطوری که میدونید تکرار میکنم. دختر تاجیک را میشنویم. دختر تاجیک در خدمتین، بفرمایید. مایکتان باز کنید. با عرض سلام و برنامه‌تان. جناب شما خوش آمدید. صحت و سلامتی باشین، زنده باشین. تشکر میکنم. من بار اول از لایوتان تماشا داشتم و خواستم بیایم منم فامیل از چه وقت آغاز شده و روی چقدر مدت از برنامه میچرخد. بسیار برام جالب تمام شد. آزاد اندیشی حق هر فرد است و این کار یک خانومی است میاد با ایشون صحبت میکنه و میخواد به یک شکلی از اعتقادات خودش دفاع بکنه. میگه من مسلمانم. البته مثل دادگاه تفتیش عقاید بود در اروپا در قرون وسطا، همونطوری برخورد میکنم با بیچاره و بعد از اون شروع میشه دروغگویی و به اصطلاح خباثت این شخص. باید خود بگویم. گفتین که در اسلام هیچ زن حق نداره و حقوقش کاملا پایمال شده و چرا در میراث گفتین که وقتی میگن که زن و مرد مساوی است، پس چرا در میراث حق زن پایین است؟ شما هم توجه باشین، مرد یعنی خود دفاع از به خودش همیشه تکیه میکنه، ولی وقتی که زن کلان میشه، وقتی که مثلا ازدواج میکنه، مربوط شوهرش میشه، یعنی شوهرش رو میتونه تکمیل کنه و تکمیلش کنه. شما در این مورد چی نظر دارین که اگر اسلام حقش کم گفته، شاید نصف از اون به شوهرش اطلاق داده که به او مربوط میکنه؟ چرا مرد مربوط زن خود نباید شود؟ چرا زن باید مربوط مرد شود؟ خب این پالیسی است، ما شما نمیتونیم چنج کنیم. این قانون اراول دنیا است، نه مسلمانان ما تغییر دهنده هستیم، چرا نمیتونیم؟ خب آره سوال شما بانی عزیز، البته تفتیش عقاید نشه، میتونید نگویید، میتونید بگویید، اما خودتون رو میخوایم بدون کس کدام قاضی هستید. شما مسلمان هستید؟ من نمیخوایم نام دینی رو بگیرم، به خاطر که انسان وقتی که هر جایی میره، حتی مسیحی‌ها، مسلمان‌ها، به عقاید همگی باید احترام کنیم تا بر ما احترام مانده شود. ما هیچ وقتی مسلمان هستم، اما به عقاید دیگران احترام دارم. بله اما به عقاید دیگران احترام ندارم، ما به خود انسان احترام دارم. پس فکر می‌کنم گرفتن شما در برنامه‌ای که میایید، نظر شما از آدرس چه کسی میآید؟ آیا شما باورمند به این دین هستید یا نیستید؟ برای ما مهم است. برنامه ما برنامه نقد دین هست. در برنامه نقد دین ما باید مشخص کنیم که طرف ما موضعش چی است. اگر من موضع شما را ندارم، پس چگونه میتونم با شما گفتگو کنم؟ درست است. من مسلمان هستم و آزاداندیشی دوست دارم. در هر حالت ما خودم بارها بر خود اسلام همیشه سوالات داشتیم و همیشه پرسجو کردیم و میکنم ادامه میدم. آزاداندیشی حق هر کس است. بسیار عالی. البته ما در مورد میراث نگفتیم، یکی از کمبودی‌های زنان میراث هست. شما وقتی زن مربوط شوهرش میشه، مربوط شدن شوهر یعنی چی؟ یعنی شما فکر می‌کنید که زن مخصوص یک فردی میشه و اون فرد باید شکمش وسیع کنه و پول برش بده؟ خیلی گپ نیست. این تعلق میگیره به کنار آمدن دو نفر که مرد خانه میشینه، خانه رو سرپرستی میکنه یا زن میشینه. یعنی چیزی نیست که باید به جهان اطلاق بدیم. این چیزی است که در تفاهم زندگی صورت میگیره. دیگه اسلام میگه فکر نکنم که کدوم چیزی گفته باشه اگر مرد بشینه خانه. دوستان عزیز، یعنی صحبت‌های این بانوی مسلمان خیلی منطقی تر و خیلی زیباتر از این احمقی است که خودش رو به اصطلاح آزاد اندیش تصور میکنه. یه چیز کاملی نداره، میتونم بشینم در خانه زن برای کار کنه، یعنی دیگه نمیتونیم بعد ما اسلام نداریم کار کردن زن، چون رسول مقبول مسلمانان و شما بانوی عزیز که پیغمبر امتش هستید گفت اگر زنی روایت صحیح الاسناد است، اگر زنی از خانه بیرون میبره و عطرش رو بوی عطرش به مشام محل بیگانه میرسه زنا کرده. شما پس از خانه اجازه بیرون رفتن بدون شوهر و بدون محرم ندارید. دروغ. شما از خانه یعنی اجازه بیرون رفتن ندارید. در کجای دین اینو گفته؟ زن اجازه سفر کردن نداره که مسافت بیشتر از 3 شبانه روز باشه، اجازه سفر کردن نداره الا با محرم. در کجا گفته که زن اجازه برآمدن از خانه نداره؟ مسئله عطر زدن مسئله جداست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید هر زنی که عطر بزنه و از خانه خارج بشه و مردان بیگانه بوی عطر او به مشامشان برسد، که طبیعتا یک زنی که عطر بزنه و از خانه خارج بشه، هر مردی مسلمان و غیر مسلمان این زن از کنارش رد بشه، یعنی این داره یک مسیج میده، داره یک پیام میده. چه نیازی است که باید عطر بزنه از خونه خارج بشه؟ این یک قاعده است، یک نظام است، یک قانون است. مثلا شما در بعضی از کشورها قانون است که در فلان مکان فلان لباس رو شما حق نداری بپوشی. قانون است که در فلان مکان حق نداری سیگار بکشی. در فلان مکان حق نداری غذا بخوری. در فلان مکان حق نداری مثلا آدامستو بندازی یا آشغال بندازی. اینو در خیلی از کشورها طرف یک تیکه آشغالی رو مثلا در خیابون بندازه باید جریمه بشه. در خیلی از اماکن شما حق نداری که سیگار بکشی. نمیتونی بگی والا آزادی من هست، میخوام بیام سیگار بکشم. میگه نه، غلط میکنی، اینجا ممنوع است. این قاعده است، این قانون است و این به خاطر مصلحت زن اولا و جامعه عموما این قاعده در اسلام به اجرا در آمده. ادامه رو بشنویم.
می‌زنی که شوهرت باشه بزرگ، یعنی او جواز داره. او که در صورتی که می‌زنی شوهر گفته ما نباید نبریم. این بدین معنا است. شما اجازه برآمدن از خانه را ندارید در اسلام بدون من. دروغ میگه. شما در اسلام اجازه برآمدن از خانه رو ندارید. یک یعنی خباثت و دروغگویی بدون اجازه شوهر. حالا که مفصل در این مورد صحبت میکنیم، ادامه رو نگاه کنید. پس شما با شوهرتون کار کردن که نمیری. خب شوهر اگه خانه میشینه، خب شما با چه کسی میرین کار؟ من گفتم اینجا قبول نکنم و فعلا چون که من خیلی وقت شده از مطالعه دور هستم و متوجه بعضی کارهای دیگه هستم. من این بیچاره میگه عرفت قبول میکنم. در کجای دین گفته که زن حق نداره از خانه خارج بشه؟ در کجای دین گفته؟ مسئله اجازه مسئله ای است که حالا در موردش لحظاتی بعد مفصل صحبت خواهیم کرد. این قاعده رو بیان میکنیم. اما در کجای دین گفته که زن حق نداره از خانه خارج بشه که این خبیث این گونه تهمت میبنده؟ نمیتونم جواب بدم و نظر شما رو قبول میکنم. یعنی در این جامعه بسیار شوری‌های دیگه داریم که باید حل شوند تا یک زن بیرون برآمدن یا عطر زدن که خوش. یک مسئله دیگه در مورد این بحث. هر چیزی که نمی‌خواستیم در مورد صحبت کنیم، آزادانه فکر کنید که شما با برادر کوچکتون بحث میکنید و هیچ کدام تویدات اینجا در گردن شما نیست که باید شما 100% پاسخ بدید. من شما کوچک چی داره؟ یعنی حاکم هست، صاحبش هست. اما چی داره؟ یعنی حاکم هست. راحت من شما کوچک هستم. مشکل نیست. ذهن من کوچکتر، شما خودتون راحت است. ببینید بانی عزیز، در قرآن گفته که الرجال قوامون علی النساء. مرد بر زن قوامیت داره. و چی داره؟ یعنی حاکم هست، صاحبش هست. یعنی حاکم هست، یعنی صاحبش هست. دروغ داره، با وقاحت دروغ میگه. ما فضل الله بعضهم علی بعض. بخاطر که خدا فضیلت عقلی داده بر مردان در برابر زنان. خداوند فضیلت عقلی داده بر مردان در مقابل زنان. آیه قرآن رو داره میگه. شما فکر نمی‌کنید که این آیاتی که از جانب خدا آمده، از جانب خدا در کتاب قرآن، مرد بر زن قوامیت داده یک ظلم هست؟ بسیار زیبا باید دست باشد. و مسئله دوم شما ترجمه کنم. و مسئله دوم، آیا شما نوعی خودتان نباشه، شما نوعی فکر می‌کنید که شوهر یک زن مسلمان عقلش بالاتر و بهتر است خود زن مسلمان هست؟ در این آیت هیچ ربطی به عقل نداره. هیچ ربطی به عقل، وجود، جسم، جان، هیچ ربطی به این نداره. اما این خبیث بیشرف، نطفه گندیده، آیه رو 2 کلمه بعدش رو نمیخونه که من الان خدمت شما عزیزان نشون میدم. فضیلت گفتن یعنی برتری عقلی، مردان بر زنان برتری عقلی دارن. شما اینجا به کدام دلیل به عقل اشاره میکنید؟ گفته که مردان به زنان قوامیت دارن به دلیل بعضی برتری ها. شما اینجا به عقل چطور نسبت میدین؟ فضیلت گفتن، فضیلت عقلی. برتری شما نمیتونید که برتری فیزیکی گفته، شاید از لحاظ قوت توان گفته باشه. شما باشه درسته؟ الان آیت رو میاره دوستان عزیز، خوب توجه بکنید. آیت رو میاره، همون قسمتی رو که دوست داره میخوانه، ادامه آیت رو که فضیلت رو بیان میکنه که این فضیلتی که مردها بر زنها دارن چی هست رو بیان نمیکنه. بله، فضیلت عقلی گفته یا نگفته؟ آیه 34 سوره مبارکه زنان، سوره به نام زنان هست. آیه 34 است. چند آیه تکراری شده چون شما گفتید دین وقتی روش مطالعه نکردید. من نخواستم وارد جزئیات محکم‌تر از این آیات شم، چون در اسلام بسیار در مورد زنان ما داریم، اما من کوشش کردم ساده‌ترینش رو برای شما بیارم. خب ببینید بانوی عزیز، اجازه بدید من کاملا باز کنم برایتون. دعوت بخش رو طرف شما ببینید. ببینید این سوره نساء است. آیه 34 سوره نساء گفته الرجال قوامون علی النساء. مردان قوامیت بر زنان دارن. به ما فضل الله. واژه فضل الله این از فضیلت آمده، برتری فیزیکی نیست. ما وقتی میگم احمد بر محمود فضیلت داره، چی معنا بانوی عزیز؟ احمد بر محمود فضیلت داره، فضولتر از محمود است. فضول آیا جسم فیزیکی است یا عقل؟ در این مورد باید کسی باشه که از گرامر عربی و فارسی اطلاع داشته باشه که بتونه جواب بده. اینجا فضیلت ما نمیتونیم از دل خود بگیم که این فضیلت عقلانی گفته شده. تحت هیچ فضیلت غیر عقلانی ما نداریم. خواهر نازنین، فضیلت غیر عقلانی یعنی چی؟ فضیلت غیر عقلانی رو برام تعریف کنید شما. چی فضیلت غیر عقلانی نداریم؟ به نظر من فضیلت یک معنی دیگه بر. خب دوستان عزیز، برمیگردیم الان یک کمی عقب‌تر. همین آیه رو وقتی که داره کامل نشون میده از اینجا. بله. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم. به خاطر آنچه که انفاق میکنن از اموالشان. در اینجا نه فضیلت عقلی است، نه فضیلت فیزیکی است، نه فضیلت اندیشه‌ای است، نه فضیلت چیز دیگری است. اما این خبیث تا امین فضل الله رو میخوانه، ادامه آیه رو نمیخوانه. ادامه آیه رو اصلا
نمیخوانه برمیگرده کوچیک میکنه همون قسمت فضل الله رو نشون میده. واژه فضل الله این از فضیلت آمده، برتری فیزیکی نیست. ما وقتی میگم احمد بر محمود فضیلت داره، چی معنا بانوی عزیز؟ احمد بر محمود فضیلت داره، فضولتر از محمود است. فضول آیا جسم فیزیکی است یا عقل؟ در این مورد باید کسی باشه که از گرامر عربی و فارسی اطلاع داشته باشه که بتونه جواب بده. اینجا فضیلت ما نمیتونیم از دل خود بگیم که این فضیلت عقلانی گفته شده. تحقیق نه، فضیلت غیر عقلانی ما نداریم. خواهر نازنین، فضیلت غیر عقلانی یعنی چی؟ فضیلت غیر عقلانی رو برام تعریف کنید شما. چی برام فضیلت غیر عقلانی نداریم؟ از ما فضیلت یک معنی دیگهش برتری است، برتر بودن است. برتری عقلی هست، نه برتری جسمی. این نظر شما است، این نظر شما است. نظر من نمی. حالا شما ببینید مثلا ما میگیم فضیلت های فلان چیز، آیا فضیلت چیزی جز معنویت هست؟ فضیلت که در باب معنویت میآید، معنویت که مادیت نمیتونه باشه. بونی عزیز، فکر کنم که فضیلت هم جمله کلمه عربی باشه و به فارسی معنویت میتونه مادیت باشه، معنویت میتونه در مورد ماده صحبت کنه. نه خیر. پس فضیلت چگونه میتونه در مورد جسم صحبت کنه؟ فضیلت که معنویت هست. ما گفتم این عقیده مسلمان ها است که اینجا این آیت ما فکر نکنم که فضیلت عقلانی گفته شده باشه. اسلام به هیچ جای ببینید شما فکر نکنید، مشکلی نداره. در ادامه آیت گفته زنان چون از نفقه میخورن از شوهرانشان باید مطیع و فرمان بردار باشن. و اگر شما میترسید که زنانتان فرمان برداریتون نمیکنن، چون که نفقه میخورن شما باید بوتی و فرمانبردار شما باشن. ما همچین آیه‌ای در قرآن نداریم. اینجا هم داره دروغ میگه. سراسر دروغ است، سراسر خباثت است. سه تا حکم آورده. اول برشون بگوی فرض میکنیم گفته قبول نکرد، نه بازم آمد نکرد قبول، بعد از بستر خوابشان دوری کنیم و بعد زنانتون رو بزنیم. آیا شما مناسب میبینید که یک مرد با غیرت دست خود را بالای زن خود بلند کنه؟ یک مرد با غیرت جوری کار رو نمیکنه؟ ببینید شما اینجا زنایتان میدین، زنها باید از شما فرمانبرداری کنند. این به اسلام ربطی نمیگیره. ادعی رو بسنجید جامعه کلگی همین رقم است. وقتی که دو نفر زندگی مشترک میسازن، یکی از زندگی پیروی میکنن، یعنی یکی با مشورت دیگه زندگی مسالمت آمیز پیش میبرن. مشورت دیگه نیامده. فرمانبرداری مال زن هست و عقل مال مرد. در آیه 34 سوره نساء. ولی این جزئیات است. ما گفتم دروغ میگه، خبیث بی شرف داره دروغ میگه. داره وقتی که یک مرد انفاق زن خود میده، اینجا خداوند امر میکنه که باید از شوهر اطاعت کنه. یعنی امر عامیانه بود که دوستان متوجه شدن زن خود را نام میده. یعنی شما نمیتونید در نانی رو بسنجید. این کمال از هر چی بوده. لباس، دارایی، همه چیز. ولی همه چیز این زندگی کار نداره. لباس کار داره، نان کار داره. روتی کبرا و مکان که میگن در زبان لباس چیزی است که شاید حیوانات هم نان بخورن. یعنی انسان با انفاق چی میتونه باشه بجز دارایی؟ انفاق بجز دارایی که دیگه چیز نیست. مهربانی انفاق خرج است. ولی انفاق خرج است. پس همون مسئله روتی کبرا و مکان از خانه و جای مکان و لباس و اینا میگن چون به این دلیل که باید فرمانبردارتان باشن. شما فکر نمی‌کنید که زن باید به خاطر اینکه شکمش سیر میشه برش لباس داده میشه باید فرمانبردار باشه؟ این عمل انسانی نیست. یک نوع غلام ساختن از زن نیست، برده ساختن از زن. چون نانت میتونم گپ مگوش کن، چون لباست میتونم گپ مگوش کن، چون برای جای میتونم گپ مگوش کن. آیا این دلیل موجه است که در کتاب به نام کتاب قرآن از جانب خدا آمده باشه؟ خب این برداشت شما از برداشت شما رو ما میخوایم بشنویم. اون قدر شما میپرسم، من سوال میکنم که تایید نکردم. برداشت من است که دین اسلام دینی هست که اینمی آیاتی که شما اشاره کردین این به ساختن یک زندگی که دو گذشت باشه و دو ساختن باشه میسازه و قناعت میتزنه یا مرد به هر وسیله. شاید شما یک آیت نقد کردین اینجا آوردین، شاید چند جای دیگه باشه که برعکسش باشه. نه برعکسش اومده باشه. پس خدا تناقض‌گویی کرده. این تناقض‌گویی خدایی که تناقض‌گو از دیگه نمیتونه. احمق بیشعور رو ببینید دوستان عزیز. یعنی در همین تقریبا 12 دقیقه که حالا من یکم سرعت ویدیو رو زیاد کردم، اومد 10 12 13 تا دروغ گفت. در این آیه این آمده در غلام سازی است، نان بده که اطاعت تو بکنه فلان بکنه. همین دروغایی است که بیان میکنه. خدا باشه شما میگید برعکسش یه در قرآن آمده باشه. پس برعکسش آمده باشه خدا دو گپه بوده، دو دله بوده، دو آیه متفاوت روان کرده. نه خیر، هدف ما بود که شاید بزن برعکس این معنا میده. امروز ما بگیم انسان خوب هستم، فردا بگیم انسان بد هستم. هدف ما برعکس این بود که شاید در جای بزن برتری داده باشه. تشکر خواهر عزیز از حضورتان در برنامه. اگر حرفی دارید میکروفون مربوط شما، اگر ندارید دوستان دیگر بشن. بله دیگه که کم آوردن دوستان دیگر رو بشن. خب دوستان عزیز، میاییم در اینجا در مورد این موضوع با هم دیگه این آیت رو بررسی میکنیم و ببینیم که الله سبحانه و تعالی چی میگه. دوستان میتونن این صفحه رو نشون بدن. من همینطور سریعا اومدم یک سری مطالب رو جمع کردم در مورد این مسئله. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. تا اینجا موضوع بحث ماست. مردان بر زنان سرپرست و قیمند. من
دائما اینو میپسندم که بعضی از کلمات همون اصل کلمه عربی رو ما ترجمه نکنیم، شرح بکنیم، تفسیر بکنیم، اما بعضی از کلمات قرآن کریم رو در یک کلمه ترجمه کردن اشتباه است. چون این کتاب معجزه است. در یک کلمه معانی متعددی رو که در هر زمان و در هر مکان سازگار هست برای ما الله متعال بیان میکنه. حتی در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اعطیت جوامع الکلم. جوامع الکلم یعنی چی؟ در یک جمله کوتاه، در یک کلمه کوتاه معانی فراوانی رو رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان میکنن. به خاطر آنکه الله برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و نیز به خاطر آنکه از اموالشان خرج میکنند، پس زنان صالح فرمان بردارند و به پاس آنچه الله برای آنان حفظ کرده اسرار و حقوق شاعران خود را در غیب آنها حفظ میکنند. این تا اینجا. مسئله زنانی که نافرمانی میکنن که باید پند و اندرز داده شود، بعد در بستر از آنها جدایی شود و بعد از اون اگر که تأثیر نکرده، طاعت نکردن، راه دیگری نبود، راه زدن هست. زدنی که به صورت زدنش جایی که مثلا اثرش در بدن، این یک نوع تنبیهی است که اون کیان یک زنی که شخصیت داشته باشه رو به اهتزاز در بیاره، نه اینکه دسته بیل رو بگیر بزن سر و کلش رو بشکن. هیچ در احادیث در این مورد مفصل صحبت شده. میم در اینجا الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 228 برای ما بیان میکنه که ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه والله عزیز حکیم. میگه برای زنان حقوق شایسته است همانند حقوق و وظایفی که بر عهده آنهاست. یعنی چی؟ یک سری وظایف و حقوقی رو زنها دارن، یک سری وظایف و حقوقی رو کیا دارن؟ مردها دارن. وقتی که ما میخوایم یک خانواده ای رو تشکیل بدیم، هیچ زن مسلمانی یا غیر مسلمانی رو کسی نمیتونه مجبور به ازدواج بکنه. در جامعه ای که زن رو مجبور به ازدواج میکنن، این جامعه، این عمل اسلامی نیست. به خاطر همین وقتی در وقت خطبه نکاح ببینید که چند بار شیخ یا ملا یا امام، هر کسی که میاد نکاح رو بنده، تاکید میکنه که از دختر میپرسه که راضی هستی، تا که بله نگه نکاح رو نمیبنده. الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم این زندگی رو با این قوانین و با این شروطش در این چارچوب و این ازدواج رو برای ما تشریح کرده. قبول داری ازدواج بکن، قبول نداری نکن. خب بعد از اون یک آیه دیگری رو هم خدمت شما عزیزان بیان میکنم تا که نظر اسلام رو در مورد زندگی زناشویی برای شما واضح و آشکار بکنیم. الله سبحانه و تعالی در سوره روم آیه 21 و من تحدی میکنم که در مذهبی، دینی، آیینی، فکری، اندیشه‌ای در سراسر کره زمین برتر از این، نگاهی بهتر از این نسبت به خانواده وجود داشته باشه، نسبت به زندگی زناشویی وجود داشته باشه. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، از نشانه های قدرت الله متعال است که از جنس خودتان برای شما همسرانی قرار داد که لتسکنوا الیها، تا شما در کنار او آرام بگیرید. نگاه اسلام به ازدواج آرامش است. یک زنی، یک مردی که وقتی با همدیگر ازدواج میکنن در کنار همدیگر آرامش نداشته باشن، این زندگی نیست. هدف اسلام آرام، لتسکنوا الیها، تا در کنارش آرام بگیرید. و جعل بینکم موده، و در بین شما پیوند محبت، مودت و عشق بی نهایت. مودت بالاتر از دوستی است، بالاتر از عشق است، بالاتر از محبت است. مودت یعنی که یک انسانی به خاطر یک انسان دیگری از جانش بگذره. و رحمت است، مهربانی است، شفقت است، محبت است. این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون.
برید در همه ایدئولوژی ها و افکار و اندیشه ها، مذاهب و ادیان، بی دین ها با دین ها بگردید، همچین یک نگاهی نسبت به زندگی زناشویی میتونید پیدا بکنید؟ وجود نداره. الان در اینجا الله سبحانه و تعالی برای ما چی میگه؟ الرجال قوامون علی النساء. در این زندگی که در اون مودت هست، رحمت هست، سکون و آرامش هست، مردها هستن که قیم هستن، سرپرست هستن. آیا این قیم و سرپرست میتواند ظلم بکند، ستم بکند، مانند یک غلام با زنش رفتار بکند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که خیارکم خیارکم لاهله، بهترین شما کسی است که بهترین باشه برای همسرش، نه اینکه در بیرون خنده هاش و اخلاقش و مهربانی و رفتار شایسته برای مردم بیگانه، در خانه مانند سگ رفتار بکنه. هدف اسلام این نیست. دید اسلام به ازدواج این نیست. بهترین شما کسی است که با همسرش بهترین باشه. در رفتار و در قیومیت و در سرپرستی در خانه رفتار باید چی باشه؟ رفتار یک مرد بالمعروف باشه. بالمعروف یک اصطلاح فقهی هست که همیشه در فقه استفاده میکنه. انفاق بالمعروف باید باشه، رفتار بالمعروف باشه. این معروف چی است؟ بهترین رفتاری که در حالت اعتدال و شایستگی باشه بهش میگن بالمعروف. قرآن رو ترجمه میکنه، قرآن رو تفسیر میکنه. در هیچ جای نگفته قیومیت مرد یعنی ظلم، یعنی ستم، یعنی زدن، یعنی کشتن، یعنی یک تیکنان جلوش بنداز، لباس بده، خانه بده، بعد هر غلطی که دلت خواست باش انجام بده. شما وقتی وارد تفاصیل حقوق زن در یک خانواده مسلمان از نگاه قرآن و سنت میشید، زن در خانه خودش قیومیت مرد رو قبول میکنه، به خاطر که این یک مملکت کوچکی است که باید یک سرپرست داشته باشه. غرب اومدن با همین چیز مبارزه کردن. چی گفتن؟ گفتن نه، چرا سرپرست مرد باشه؟ باید زن و مرد سرپرست باشن. بعضیشون پا فراتر گذاشتن، گفتن نه، باید هم مرد سرپرستی بکنه مدتی، هم زن سرپرستی بکنه. نه، اصلا زن باید سرپرست باشه، مرد چی کار است؟ وضعیتشون امروز میبینیم. چرا در هر مملکتی، در هر اداره‌ای، در هر مؤسسه‌ای یک سرپرست نیاز است و مهمترین مؤسسه‌ای، مهمترین اداره‌ای که اساس بشریت در اونجا ریخته میشه خانواده است. اگر خانواده یک سرپرست نداشته باشه که حرف اول و آخر رو بزنه، نه اینکه حرف اول و آخر رو با دیکتاتوری استبداد، نه، و شاورهم فی الامر، اصل در دین مشوره هست، تعامل و رفتار بالمعروف هست. و زن در مسائلی که در اونجا معصیت و گناه باشه، تعدی و تجاوز باشه، حق داره که شوهرش اطاعت نکنه. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. در جایی که معصیت الله سبحانه و تعالی باشه، زن نباید از شوهرش اطاعت بکنه. به خاطر همین الله متعال میگه ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. هرچه که یک مردی حق داره، زن هم همون حق رو داره بالمعروف. آنچه که تعریف شده در دین، در شریعت، در عرف، در عادات، نه عرف و عاداتی که مخالف دین و شریعت باشه، عرف و عاداتی که حقوق هر کس در او حفظ شده باشه. پس این قیومیت و این سرپرستی به خاطر چی است؟ اولا برای حفظ شیرازه و کیان یک خانواده، برای حفظ این کانونی که اصل و اساس همه مجتمعات بشری در اینجا پایه‌ریزی میشه. یک دولت است، یک حکومت است، یک مؤسسه است، یک اداره است، باید یک سرپرست داشته باشه. حالا مثلا قبل از اینکه این مثال رو بدم، ابن کثیر بسیار جالب در جلد 1 صفحه
63 در تفسیر اینها چی میگه؟ وللرجال علیهن درجه ای فی الفضیلة فی الخلق والخلق والمنزله وطاعة الامر وانفاق وقیام بالمصالح والفضل فی الدنیا والآخره. میگه این فضیلت و این درجه به خاطر چی هست؟ در خلقتش، در خلقش، در اطاعت از امرش که مخالف امر الله سبحانه و تعالی نباشه، در انفاقش و در انجام دادن آنچه که در خانه و زندگی نیاز هست و این فضیلتی است در دنیا و آخرت. و در جای دیگه در جلد 1 صفحه 653 میگه که الرجال قوامون علی النساء ای رجال قیم علی المرأة ای هو رئیسها و کبیرها والحاکم علیها و مؤدبها اذا اعوجت. رئیسش است، بزرگش است، حاکمش است و او را به راه راست میاره اگر که در جای از به بیراه رفت. و میزان برتری در اسلام این نیست که تو مردی یا تو زن هستی. میزان برتری در دین تقواست. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مرد باشی، زن باشی، شما را قوم قوم، قبیله قبیله، جنس جنس آفریدیم. به خاطر چی؟ به خاطر که همدیگر رو بشناسید. بهترینتان در نزد الله سبحانه و تعالی پرهیزگارترین شماست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث می‌فرمایند که الرجل راع علی اهل بیته. مرد سرپرست است بر اهل بیت خودش. والمرأة راعیة علی بیت زوجها و ولده. و زن سرپرست است در خانه شوهرش و بر بالای فرزندانش. مسئله سرپرستی است. مسئله اداره یک دولت است، یک مؤسسه کوچکی است که اساس دولت ها، اساس همه بشریت از همینجا شروع میشه. شما مثلا الان در یک کشور زندگی میکنید، یک نفر رئیس جمهور است. این یک نفری که رئیس جمهور است تصامیمی میگیره، اعلان جنگ، اعلان صلح، بودجه سالانه، نمیدونم تعیین وزرا، تصمیم برای مملکت میگیره. حالا چه با انتخابات دموکراتیک به اصطلاح تعیین شده باشه، چه پادشاه باشه، چه امیر باشه، امیرالمومنین باشه، هر چی که باشه، یک نفر حاکم در یک کشور است. این یک نفر برای کل این ملت، حالا این ملت 30 میلیون، 40 میلیون، 90 میلیون هست، تصمیم میگیره. چرا؟ چون در انتخابات پیروز شده. شاید بگن که آقا انتخابات شده، مردم بهش رأی دادن. چند درصد مردم رأی دادن؟ بالای 50% بهش رأی دادن. 45% دیگه که رأی بهش ندادن. این کسی که الان رئیس جمهور تصمیم مملکت رو میگیره. آقا مثل این احمق اندیش ها که اسمشون رو گذاشتن آزاداندیش، اگر مثل فکر اینا ما فکر بکنیم، چرا یک نفر باید رئیس جمهور باشه، پادشاه باشه، امیر باشه، حاکم باشه که برای همه ملت تصمیم میگیره؟ آقا ما هممون برای خودمون تصمیم میگیریم. چی میشه؟ 2 تا رهبر در یک کشور ایجاد بشه، جنگ داخلی صورت میگیره. افغانستان، عراق، سوریه، کشورهای مختلف، ایران، یک طرف شاه، یک طرف خمینی. 2 شخص اومدن گفتن آقا ما حاکم ایران میشیم، در به در شدن ملت ایران تا امروز. در یک کشور یک شخص حاکم است. 2 تا رئیس جمهور در یک کشور نمیتونن حکومت، 2 تا پادشاه در یک کشور نمیتونن حکومت بکنن. در یک وزارتخانه یک نفر وزیر است. برای وزیر مثلا آموزش و پرورش، وزیر تعلیم و تربیت مثلا در افغانستان، برای 3-4 میلیون دانش آموز تصمیم میگیره. آقا بگیم که آقا این ظلم است، این مخالف حقوق و آزادی بشر است که یک نفر بشه وزیر برای همه برای 4 میلیون دانش آموز تصمیم بگیره. اما این نظم اداری بشر است. در یک کارخانه یک نفر مدیر است، مدیر اجرایی است، برای همه کارگرها تصمیم میگیره، هم ازش اطاعت میکنن. این قیم این کارخانه است. رئیس جمهور قیم مملکت است، وزیر قیم یک وزارتخانه است، مدیر اجرایی قیم یک مؤسسه است، رئیس یک شرکت قیم یک شرکت است. مسئله خانواده که شد،
بابا جان مرد قیم این خانواده است. آها ما قبول نداریم، این مخالف است، این ظلم است. گوساله تو در همین مؤسسه‌ای که داری کار میکنی کارمند هستی، یه قیمی در اینجا وجود داره، روز 10 مرتبه جلوش خم و راست میشی. بله سید، بله سید، بفرمایید جناب شما، قربان شما، فداتون بشم، بفرمایید. چرا؟ چه برتری از تو داره؟ چشمش، گوشش، دستش، پاش، شاید قیافه تازه هم خوشگل‌تر باشه. چرا به عنوان قیم در کارخونه قبولش میکنی، در شرکت، در مؤسسه، در وزارتخانه، در اداره قبولش میکنی؟ مسئله خانواده که مطرح شد، تربیت نسل آینده بشر است. فساد یک خانواده فساد جامعه است. در اینجا اسلام میگه که مرد در اینجا باید نقطه پایانی رو بگذاره، نه اینکه حرف اول و آخر رو بزنه. مشوره بکنه، محبت باشه، مودت باشه، عشق باشه، صفا باشه، صمیمیت باشه. اما رئیس مرد است، مدیر زن است، اعضای این مؤسسه، اعضای این دولت کوچیک فرزندان هستند. اروپا و همین گندیده های مثل اینها آمدن همین نظام رو خراب کردن. امروز پشیمانن، امروز دارن به سرشون میزنن که چیکار بکنن. در به در شدن. امروز دوستی داشتم در نروژ زندگی میکرد، میگه یک روز از وزارت امور اجتماعی اومدن، طرف امام مسجد بود، میگه گفتن که ما ماهانه شما چقدر خرج داشته باشید ما پرداخت میکنیم، فقط یک چیز ازتون میخواییم. گفتم چی میخواین ازم؟ گفتن که روزهای یک شنبه خانواده های نروژی غیر مسلمان رو هم اجازه بدید که بیان در این مسجد شما، در این مرکز اسلامی شما، و شما برای اونها اهمیت خانواده رو به اونها بیان بکنید. میگه خندیدم، گفتم یعنی چی هست؟ یعنی برای چی میخواد؟ ما داریم میبینیم شما روزهای که جمعه میشه، روزهای یک شنبه میشه، برنامه‌ای که دارید، زن شوهر با کودکانشون با خنده با محبت میان اینجا میشینن، با هم دیگه درسای شما رو گوش میکنن، بعد با هم دیگه غذا میخورن، بعد با همینطور دست به دست با هم خارج میشن میرن. ما در حسرت این خانواده هستیم که در نروژ ما اینطوری خانواده داشته باشیم. میگه در جامعه ما زن در دیسکوتک است، مرد در فلان شرابخانه افتاده، بچه ها مبتلا به مواد مخدر، دختر معلوم نیست با دوست پسرش کجا رفته، پسر معلوم نیست با دوست دخترش کجا رفته، شب هر کدومش خسته و کوفته و خمار میان خونه، به سر و کله هم دیگه میزنن، جنگ، دعوا. میگه ما میخوایم این خانواده رو، مفهوم خانواده رو در نروژ رایج کنیم در بین شهروندان غیر مسلمان نروژی. و باور بکنید که تا امروز خرچ این مرکز رو وزارت امور اجتماعی نروژ میده، کاری هم به کارشون نداره. فقط روزای یک شنبه اجازه بدید که خانواده غیر مسلمان هم بیان، اونا رو هم تشویق بکنید، اونا رو هم دعوت بکنید، مفهوم خانواده رو برای اونها آموزش بدید. امروز غرب از این آزادی که از سال 1901 و 2 و 3 شروع شد تقریبا بعد از انقلاب کبیر فرانسه و اینها، که آزادی و مساوات و برابری و نمیدونم این چیزها رو که شروع کردن، امروز اونها موندن که چطور دوباره برگردیم به اون مزایایی که قبل از این داشتیم. اما راه برگشتی نیست، جامعه به هم خورده، شیرازه خانواده ها از هم پاشیده. و مسئله قیومیت مرد در خانواده هیچ تأثیری بالای حقوق زن نداره، هیچ تأثیری بالای مساوات بین مرد و زن نداره. بالعکس این نیاز است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند 3 نفر اگر سفر میرن یکیشون باید به عنوان امیر تعیین بشه. چرا؟ گاهی فکر کردید چرا 3 نفر میخوان سفر برن یکیشون باید امیر بشه؟ به خاطر اینکه وقتی انسان 3 نفر شد 2 نفر باشن خیلی راحت میتونن تصمیم بگیرن. یکی میگه میرم، یکی میگه نمیرم، با هم دیگه جور میان، یا میرن یا نمیرن. 3 تا که شد 3 نظر میشه. امیر کی بود؟ مشوره میکنه آقا شما مثلا الان حرکت بکنیم، یکی میگه حرکت کنیم، یکی میگه حرکت نکنیم،
بعد این امیر طبیعتا انسان عاقل‌تر و بزرگتر و فهمیده‌تر به عنوان امیر تعیین میشه. امیر چی میگه؟ اگر حرکت کنیم این خوبی‌ها رو داره، حرکت نکنیم این بدی‌ها رو داره. یالا توکل به خدا، حرکت فایده و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. باشون مشوره بکن، وقتی تصمیم گرفتی، عزم کردی، با الله توکل بکن. به خاطر همین وقتی 3 نفر سفر برن یا 3 نفر و بیشتر امیر داشته باشن، اختلاف، مشکلات پیش نمیاد، چون یک کسی هست که همه اون رو به عنوان امیر قبول دارن و اون تصمیم نقطه پایان را او میگذاره. اما در خانواده که نه باید برا این بگه من رئیسم، این بگه من رئیسم، این بگه من حقوق دارم، این بگه من حقوق دارم. حتی در الله سبحانه و تعالی مثال میذاره، میگه ولو کان فیهما الهتان لفسدتا. اگر در این آسمان ها و زمین 2 تا خدا می بود، سیستم زمین و آسمان ها به هم میخورد. چرا؟ یکیش میگفت باران بیاد، یکیش میگفت باران نیاد، یکیش میگفت این بمیره، یکیش میگفت نه نمیره، یکی میگفت که مثلا آفتاب بشه، یکی میگفت نه الان باید برف بباره. سیستم جهان به هم میخورد و امروز سیستم خانواده رو به هم زدن به خاطر همین که آقا هر دوتون مثل حمید، هر دوتون رئیسید، 2 تا رئیس در یک شرکت، 2 تا وزیر در یک وزارتخانه، 2 تا رئیس جمهور در یک کشور. هر دوتاشون هم همه اون مزایایی رو که این داره اونم داره. چی شد؟ خانواده به هم خورد. و الله سبحانه و تعالی وقتی که این قیومیت و سرپرستی رو میده، مسائل نفسی، روحی، مالی، همه چیز رو در نظر میگیره. الان شما برید مقایسه بکنید. در جامعه غرب زن کار میکنه، مردم کار میکنه. برق، آب، گاز، کرایه خونه، خرج و مصارف خونه 50-50 است. 50%. زن بیچاره صبح تا شام میره زحمت میکشه، کار میکنه، نصف مصارف خونه رو میده. مردم میره کار میکنه، زحمت میکشه، نصف مصارف خونه رو میده. بچه هم که از سنش 18 به بالا شد باید کرایه خونه بده به پدر و مادرش، ولی از خونه بیرونش میکنن. در جامعه اسلامی مرد کار میکنه، لباس، خوراک، مسکن، خرج، مصارف همه چیز همسرش رو میده. همسرش اگر کاری که شایسته او باشه، هرگز در اسلام مخالفت با کار زن نیست. مخالفت با اختلاط است، مخالفت با بی‌حجابی است، مخالفت با فساد است. همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم تجارت میکرد. همسر ابن مسعود بزرگترین تاجر بود در مدینه. همسران صحابه، همسران پیامبر تجارت میکردن، به قول معروف امروزی بزنس میکردن برای خودشون. در این خانواده 50-50 است. بعد خرج و مصارف نصفش زن بده، نصفش مرد بده، مثل سگ کار بکنن. در جامعه اسلامی زنی که کار میکنه شوهرش حق نداره 1 قران از پولش رو بگیره. مثلا ماهانه حقوقش 20,000 است، 10,000 است، 1,000 است. حقوقش 100% مال خودش است. 1 قرانش رو حق نداره شوهر بگیره تو خونه خرج بکنه. شیر خشک و نمیدونم لوازم خانه و آب و برق و گاز و کرایه خونه، همه چیز به گردن شوهر است. شوهر حقوقش 10,000 است، همسرش حقوقش 20,000 است. اینم مثلا این کارگر است، اون معلم است. این زن 20,000ش مال خودش است. این شوهر باید از 10,000ش کرایه خونه بده، خرج خونه بده، آب، برق، گاز، تلفن، همه خرج‌ها رو بده. این قانون اسلام است. الان بگید که به زن ظلم شده یا به مرد ظلم شده؟ اعوذ بالله. نه به مرد ظلم شده نه به زن ظلم شده. این حقوق سر جایش، این همه این خرج و مصارف رو میده با توافق هم دیگه، با محبت، با عشق، با مودت، رحمت با هم زندگی میکنن. اما این رئیس است. به خاطر این قوام خانواده، به خاطر این شیرازه خانواده از هم نپاشه، یک رئیس است و بقیه در این زندگی با هم، در این زندگی مشترک با هم شریکن. رأی میدن، نظر میدن، مشوره میدن، اطاعت میکنن. اطاعت بالمقابل، بالمعروف، در جایی که معصیت الله سبحانه و تعالی نباشد. و هر موقعی که مرد اون صفات و ویژگی‌های قیومیت را از دست بده، قیومیت ساقط میشه. مرد نماز نخوند، اسلام میگه که زن حق داره بره شکایت بکنه به دادگاه، طلاقشو بگیره.
شراب خورد، فاسق شد، فاجر شد، زنا کرد، هر عمل خلاف شرع انجام داد، در اینجا زن قیم است. زن میتونه دادگاه بره حقشو بگیره، میتونه طلاق بگیره، میتونه ولایت و سرپرستی کودکانش رو بگیره، چون اون صفات و ویژگی هایی که برای قیومیت مرداش از دست داده. آجاسا کریستی یکی از رمان نویس های معروف انگلیسی است. میگه که زن غربی احمق است. چرا؟ روز به روز داره وضعیتش داره خراب میشه. چرا؟ چون ما داریم با حماقت برخورد میکنیم. میگه سالها داد زدیم برای عدالت و مساوات بین مرد و زن که ما هم میخوایم همون حقوقی رو که مردها دارن داشته باشیم. مردها میگه که احمق که نبودن، گفتن خیلی خوب بیایید. اومدن کار کردن. میگه چی کار شد؟ 100% خرج خونه بر دوش مردها بود، 50% رو انداختن گردن ما. و در جوامع غربی هنوز یک کارگر مرد برتر از یک کارگر زن است و این تبعیض نژادی و این تبعیض جنسیتی هنوزم در غرب موجود است. حقوق یک مرد بالاتر از حقوق یک زن است در همان وظیفه. بعد میگه چی شد؟ نصف خرج رو انداختن گردن ما. ما اون مکانتی رو که در خانواده داشتیم از دست دادیم. صبح تا شام رفتیم کار کردیم، مورد استفاده و سوء استفاده جنسی همکاران مردمون در محل کارم قرار گرفتیم. خسته و کوفته اومدیم، نه از همسرمون لذت بردیم و نه او از ما لذت برد و اون کانون گرم خانواده که بود از هم پاشید، چون که شوهر میره با کسی دیگه کام خودش رو میگیره و زن در جای دیگه. وقتی که شب برمیگردن خونه چیزی به اسم زندگی معنایی نداره براشون. یک وکیل مدافع فرانسوی به نام کریستیان میگه بیروت سفر کردم، دمشق سفر کردم، عمان سفر کردم، بغداد سفر کردم، بعد به پاریس برگشتم. میدونی چی دیدم؟ میگه دیدم که در اونجا مرد صبح زود میره سر کار، زحمت میکشه، پول به دست میاره، خونه برمیگرده با یک غذایی، با یک میوهی، خوش و خوشحال همسرش رو با محبت و با عطوفت استقبال میکنه. فرزندانی که منتظر برگشت پدرشون هستن. میگه در اونجا فرزندان تربیت میشن، نسلی تربیت میشن در محبت، در عطوفت. میگه اما ما، مرد میره صبح تا شام جان میکنه، زن میره صبح تا شام جان میکنه، خبر نداره که دخترش با کی ارتباط داره، پسرش با کی ارتباط داره. هر کدومشون که برگشتن خونه شکمشون رو بیرون سیر کردن، نیازهای جنسیشون هم در بیرون برطرف کردن، فقط به خاطر یک جایی که شب بندازن خودشون رو بخوابن برمیگردن خونه. حالا در همین جامعه‌ای که اینها میخوان قوامیت مرد رو از بین ببرن، در آمریکا 79% مردهای آمریکایی همسرانشون رو میزنند. اینو ما نمیگیم، ما این آمارهایی که خودشون اعلان میکنن. 17% چنان کتک میخورن که وارد ICU میشن. به خاطر چی؟ به حالت مرگ کتک خوردن. FBI میگه که در هر 18 ثانیه یک زن از دست شوهرش در آمریکا کتک میخوره. آزادی هست اونجا دیگه، حقوق هست، مرد که قیومیت نداره. روزنامه آمریکا میگن که یک زن از بین 10 زن شوهرشون رو مداوم کتک میزنه. در مجله فامیلی ریلیشن میگه که 1 نفر از 2 زن در جامعه آمریکا مورد تجاوز و ظلم قرار میگیرن. یعنی 50%.
در فرانسه مهد دموکراسی و آزادی سالانه بیش از 1 میلیون زن کتک میخورن از دست شوهرانشون. ما نمیگیم کار خوبی است، در اسلام هم بد است، در غیر اسلام هم بد است. اسلام نگفته که هیچ چی نشده کتک بزن. باور کنید زنی که یک عقل داشته باشه، شعور داشته باشه، تربیت داشته باشه، به نصیحت اصلاح میشه. مرحله اول. مرحله قهر کردن. واهجروهن در اینجا به معنی قهر کردن است، به معنی دوری کردن است، به معنی بستر تو جدا کردن است. زنی که 1% هم در وجودش شخصیت باشه، همین که حرف باش نزنی همه کیانش به لرزه در میاد. امروز روانشناسا میگن که بزرگترین ضربه روحی به یک زن این است که تو رو چیکار بکنی؟ تجاهلش بکنی. حرفی زد تو گوش ندی. داغون میکنه، خرد میکنه یک زن رو. حالا شما تصور کنید در فرانسه سالانه بیش از 1 میلیون زن کتک میخورن. اگر در همین فرانسه سالانه 10 تا سگ رو کتک بزنن در خیابونها، سازمانهای دفاع از حقوق حیوانات سر و صداشون در میاد. در عموم اروپا 92% از کتک هایی که زنها میخورن در شهرهای مرکزی به وقوع میپیونده و 60% از تماس‌های تلفنی و شکایت زن‌هایی که در پاریس به پلیس زنگ زدن در سال گذشته شکایت زن‌هایی بودند که مورد تجاوز و ضرب و شتم توسط مردها قرار گرفتند. این است جامعه‌ای که اینها میخوان مردم رو. در بریتانیا مادر دموکراسی 77% از مردها همسرانشون رو میزنن. در بریتانیا تحقیقی که در تاریخ 1/11 سال 2000 میلادی نشر شده در بریتانیا. بعد اینا میان میگن که مرچق داره که قیم باشه در یک خانواده. دوستان عزیز، مسئول بودن در یک جامعه‌ای، در یک خانواده‌ای، در یک شرکتی، در یک مؤسسه‌ای نظم ایجاد میکنه. اگر در چارچوب قوانین و در چارچوب دین و شریعت الله سبحانه و تعالی باشه. در غیر اون هرج و مرج ایجاد میشه در یک جامعه و این هرج و مرج خانواده رو نابود میکنه، جامعه رو نابود میکنه. وقتی اساس جامعه خانواده است، خانواده نابود شد، همه جامعه نابود میشه، نسل آینده نابود میشه. امروز بعضی شاید تعجب بکنن چرا این زنها، دختران جوان، مردان جوانی رو که به طرف به اروپا آمریکا میرن زود بهشون پاسپورت میدن، تابعیت میدن. خانوادهایی که زاد و ولد دارن، مسلمان ها رو زیاد اونجا دارن، بهشون پاسپورت میدن، تابعیت میدن، به فرزندانشون توجه میکنن. اونو میدونید مشکلشون چی است؟ بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، آلمان، اینا 20 سال بعد، 30 سال بعد میگن جامعه های پیر. میدونید چرا؟ چون نسل جدیدی ندارن. خانواده نیست که فرزند به وجود بیاره، فرزندی رو بزرگ بکنه که آینده این مملکت ها رو بسازن. به خاطر همین دست به دامان خانواده های مسلمان شدن، تا به حدی که در بعضی کشورها دیدید که حتی کودکان مسلمان ها رو می‌دزدن به بهانه های قانونی مختلف.